خب برای اینی که بخواین درخواست پری انرولمنت یا اونیورسیتالی خودتون رو بفرستید، همینطوری هم که میبینید اینجا هم نوشته میگه کسایی که مال خارج اتحادیه اروپا هستن و نیاز به این دارن که ویزا درخواست بدن برای ورود به ایتالیا، باید این درخواست رو ارسال بکنن. برای اینی که بخواین درخواست رو ارسال بکنید، مستقیم روی این گزینه کلیک کنید و وارد صفحه میشه که توش دوباره اینجا باید حتما انگلیسی بزنید که متوجه بشید چی گفته. تو اینجا یک سری توضیحات داده دیگه، گفته اگه بخواید درخواست رو بفرستید باید پری انرول رو بزنید. و یه مورد دیگه اینه که اگر یک وقت اطلاعات خودتون رو اشتباه وارد کردید و نیاز داشتید که تغییرش بدید، حالا اطلاعات شخصی، اطلاعات تحصیلی، هر چی که هست، حتما باید به پشتیبانی خود اونیورسیتالی درخواستتون رو بفرستید تا اونا براتون درست بکنن. ولی پیشنهادی که ما میدیم اینه که چون یه مقدار ممکنه اینا طول بدن که این کار رو انجام بدن و از سمت دیگه خب وقتی هم که سفارت باز میشه یه مقداری اون و پروسه هم سنگینه، این که نوبت کی گیرتون بیاد و یه بعد سریع بخوایم بیاین و به بورس و این داستانا برسید، دیگه حواستون رو جمع بکنید دیگه. اینجا یه وقت یه چیز اشتباهی رو وارد نکنید که بعدا دوباره کل پروسه‌تون یه مقدار دیلی بخوره. حالا ما برای اینکه بخوایم این درخواست رو بفرستیم روی این دکمه سبز کلیک می‌کنیم، پری انرول رو میزنیم. اینجا یه لیستی میاد و یک فرمه که ما باید این فرم رو پر بکنیم. یه نکته که میخوام همین الان بهتون بگم اینه که شما باید مطابق با سال تحصیلی که اپلای کردید اینجا این گزینه رو انتخاب بکنید. مثلا اینجا که الان نوشته 2023 2024 این مال سالیه که گذشت. الان شمایی که دارید میایین 2024 2025 سال بعدی مثلا میشه 2025 2026. پس حواستون باشه اگر یک وقت سال تحصیلی رو اینجا اشتباه وارد بکنید، درخواست میره دانشگاه و دانشگاه این درخواست شما رو ریجکت میکنه. دوباره باید از اول برید تمام این کارا رو انجام بدید. یه چیز دیگه هم که در نظر بگیرید اینه که معمولا اون مدت زمانی که طول میکشه تا دانشگاه جواب اونیورسیتالی شما رو بده، خیلی دیگه بخواد در بهترین حالت جواب بده 1 ماه هست. دانشگاه تورینو که اصلا تو این زمینه فاجعه است، ممکنه تا 3-4 ماه قشنگ طول بده. پس اینو حتما حواستون باشه. اما چون اینجا ما گزینه دیگه به جز 2023 2024 نداریم، همین رو انتخاب میکنیم. اینجا خب اطلاعاتی که ما موقع ثبت نام وارد کردیم و اینجا حالا بیاین پلاکتون رو وارد بکنید، ترجیحاً کامل کنید اگر میتونید. و در آخرم شماره تماس، چون که شماره ایتالیا شما ندارید همون ایران رو وارد کنید. حالا برای اینکه محکم کاری بشه 98 هم بزنید. اینجا که میبینید کویچه فیسکال و همه اینا رو نوشته، ایمیل و این داستانا، و برید مرحله بعدی. خب الان توی این بخش، یعنی توی استپ بی، باید یک بار دیگه اطلاعات پاسپورت خودتون رو کنترل کنید. قبلا هم گفتم اگر یه وقت اشتباه بکنید دوباره باید به پشتیبانی پیام بدید و ممکنه کارتون عقب بیفته. بلافاصله بعدش ازتون میخواد که حتما عکس رسمی، دقیقا مثل همون چیزی که توی پاسپورت هست به همون اندازه رو آپلود بکنید. توی بخش بعدی ازتون میخواد که صفحه اول پاسپورتتون رو هم آپلود کنید. توی ویزا اپلیکیشن داره ازمون سوال میپرسه که ما کجا میخوایم درخواست ویزا بدیم. خب قاعدتا چون ما کشورمون ایران هست، سفارت ایتالیا توی تهران جاییه که ما درخواست ویزا میدیم. میگه دلیل اینی که میخواین درخواست ویزا بدید چیه؟ به خاطر اینکه میخوایم توی دانشگاه ثبت نام کنیم، میخوایم توی کورس ثبت نام کنیم. حالا توی بخش کورس اینفورمیشن جاییه که شما دیگه 100% باید تکلیفتون رو معلوم بکنید که دانشگاه نهاییتون کجاست. یا پلی‌تکنیک تورینوه، یا دانشگاه تورینوه، یا دانشگاه اوپو که توی ورچلی هست، یا می که حالا توی شهرهای دیگه است. اینستیتوشن میگه چی؟ اگر مثلا حالا تو این کیس های تورینو یا اون چیزایی که بیشتر بچهای ایرانی میانو میگن، اگر میخواین توی دانشگاه هنرهای زیبا و اون دانشگاه هنری باشه، باید حتما افم رو انتخاب کنید. AFAM. مثلا اینجا اگر بیایم من بنویسم البرتینا، میبینید که آکادمی هنرهای زیبای البرتینا تورینو. اگر نه میخواین پلی‌تکنیک اپلای کنید، دانشگاه تورینو اپلای کنید که اونیورسیته رو باید بزنید. اینستیتوشن نیم در واقع اسم دانشگاهه. خب من اینجا میام
برای نمونه دانشگاه تورینو رو اول میزنم، چون میخوام پزشکی رو هم نشون بدم و تفاوت زبان، اینی که اگر زبان رو اشتباه بزنید میتونه تغییراتی رو داشته باشه رو میخوام بهتون نشون بدم. اونیورسیتا دلی استودی دی تورینو میشه دانشگاه تورینو. کورس تایپ ازتون سوال میپرسه که کارشناسی یا کارشناسی ارشد، یا میخواید برای پزشکی اقدام بکنید یا حتی پی اچ دی. لاوریا یعنی کارشناسی، لاوریا ماجیسترال چیکلو اونیکو، معمولا کورسایی مثل پزشکیه که 5 6 سال طول میکشن. لاوریا ماجیسترال میشه کارشناسی ارشد. ما اگر این لوره رو کلیک بکنیم تمام رشته های انگلیسی زبان دانشگاه تورینو در مقطع کارشناسی رو برامون میاره. مثلا میبینید الان همین اولین چیزی که آورد گلوبال لاه. حالا چیزهای مختلفی هم مثلا بیزنس هم هست، بیزنس و منیجمنت هم اینجا هست. اگر every language رو بزنید حتی رشته های ایتالیایی رو هم میاره. اینجا مثلا رشته خود من کارشناسیش از کامپیوتر ساینس ایتالیاییه. آدر لنگویج هم بزنید، به خاطر اینکه مثلا بعضی اگه اشتباه نکنم بعضی از کورس‌های پلی‌تکنیک اسپانیایی و این چیزا هم بود، دقیقاً نمیدونم. حالا بریم پزشکی رو هم بهتون نشون بدم. لاورا ماجیسترال چیکلو اونیکو رو اگر کلیک بکنید، انگلیسی اگر بذارید اولین چیزی که براتون میاره که تنها موردی هستش که دانشگاه تورینو داره خود پزشکیه، که اینجا میبینید که شهرش اصلا تورینو نیست، اورباسانو. اورباسانو یه شهر نزدیک بغل تورینو که این کورس انگلیسی پزشکی که اینجا میبینید انگلیز یا انگلیسی براتون نوشته 6 سالم طول میکشه، این توی شهریه به اسم اورباسانو و بیمارستانیه به اسم بیمارستان سن لویجی. اگر من بیام همینو بذارم روی every language و حتی بگم ایتالیایی‌هاشو هم برا من بیار، میبینید که فارمسی رو اینجا داره که به زبان ایتالیایی و اصلا توی تورینوه، یا اصلا همون پزشکی هم توی تورینو هست به زبان ایتالیایی. اینا میبینید مدیسن توی تورینو هست که توی کورسو برامنته بیمارستان مولینته که یکی از جزو یعنی قدیمی ترین و بهترین بیمارستان‌های تورینوه. خب اگرم بچهای پلی‌تکنیک هستید که اینجا پلی‌تکنیک و دی تورینو رو بزنید و رشته خودتون رو انتخاب بکنید و اینجا میبینید که رشته های انگلیسی رو براتون میاره. اگر every بزنید تمام زبان ها حتی ایتالیایی رو هم براتون میاره. حالا ما با همون دانشگاه تورینو بذارید ادامه بدیم که من بتونم کامل بهتون بگم چه جوری هست. خب این دانشگاه تورینو، اگر شما اینجا بیاین یه رشته رو انتخاب بکنید، مثلا من رشته خودم هم اینجوری میرم که راسته کارم رو بهتون بگم، اینجا ازتون میپرسه که گرایش رشتهتون چیه. اگر این رو هم نیاورد اصلا مهم نیست، به خاطر اینکه بعدا شما باید برید توی سایت دانشگاه به خود دانشگاه بگید چجوریه. ولی اینجا میتونید انتخاب بکنید دیگه، گرایش خودتون رو میتونید انتخاب بکنید و مهمم نیست، اگر حالا نیومد هم مهم نیست. و اینجا هم گرایشتون رو انتخاب میکنید. باز میبینید اطلاعات دانشگاه رو به شما دادن که کجا هست، زبان چجوری و تمامی این موارد. تو آیدی اکاونت در واقع شما وقتی که دارید اپلای میکنید یه آیدی بهتون میدن. اینو اگر برید توی پروفایلتون، چه توی مای اونیتو یعنی چه توی apply.unito.it برید، چه توی پورتال خود پلی‌تکنیک برید، این رو بهتون میده. اینجا اون کد رو دقیقاً وارد کنید و برید به استپ C. توی استپ C جاییه که اگر برای مستر دارید اقدام میکنید، یا اگه اشتباه نکنم برای دانشگاه هایی که باید توی پورتال خود دانشگاه قبلا اپلای میکردید، نتیجه میومد و بعد میرفتید توی سایت اونیورسیتالی، دقیقاً همون مدارکی رو آپلود بکنید اینجا، دقیقاً همون مدارکی رو آپلود بکنید که توی سایت اپلای دانشگاه خودتون رو هم اپلای کردید. توی این بخش هم ازتون میپرسه که چه نوع مدرکی رو دارید آپلود میکنید دیگه. حالا با توجه به همون مدرکی که دارید آپلود میکنید اینجا یه گزینه رو انتخاب کنید که میتونید یه اسمی هم براش بنویسید. در نهایت آپلود کوالیفیکیشن، زمانی هم که مدارک رو آپلود کردید همه چی تموم شد، سامری رو بزنید، یه سامری از کارهایی که تا الان انجام دادید رو بهتون میگه.
الان برای مثال من یه نمونه کامل از آپلود مدارک رو براتون آوردم که تمام مدارک آپلود شده و اینجا میبینید که در واقع مدرک نوعش چی بوده و مثل همون چیزی که من قبلا بهتون توضیح دادم کوالیفیکیشن رو باید مشخص بکنید و بعد آپلود کوالیفیکیشن رو بزنید بره. روی سامری که کلیک بکنید یه خلاصه ای از تمام مدارکی که آپلود کردید به شما میده و زمانی هم که دانشگاهم تایید بکنه اینجا یه دکمه هست، این رو میتونید اون خلاصتون رو پرینت بگیرید، تاییدیه اونیورسیتالیتون رو پرینت بگیرید، امضا بکنید، برید و کارای سفارتتون رو حتما انجام بدید. حالا اگر همینجا بیایم پایین صفحه و روی گزینه بک تو هوم کلیک بکنید نمونه تایید اونیورسیتالی رو میبینید که اینجا توی این تاریخ به سفارت کنسولگری ایتالیا ارسال شده و زمانی هم که سفارت به شما ویزا بده یکی از راه‌های فهمیدنش دقیقاً چک کردن همین اونیورسیتالیه که میبینید ویزا از طریق سفارت ایتالیا توی تهران تایید شده. اینجا هم که میبینید نوشته تو چه تاریخی درخواست برای دانشگاه تورینو ارسال شده، اینجا دانشگاه در چه تاریخی فرستاده به کنسولگری و در نهایت هم کنسولگری هم که ویزا رو صادر کرده. این تمام کارهاییه که شما توی پورتال اونیورسیتالی میتونید انجام بدید. امیدوارم که براتون کامل و جامع بوده باشه و اگر هر سوالی موردی بود میتونید از گروه و کانال ایزوتو استفاده بکنید و سوالتون رو بپرسید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک بکنید و با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید. ممنونم.